سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه آموزش عالی آیس ماچا و اونم آیس لته. پست قبلمونه. اول ما لیوانمون رو خیلی خوب تمیز میکنیم که هیچ گردی روی کار باقی نمونه و بعد از اون به شکل مکعبی پارافینای ژلهمون رو تیکه میکنیم و توی کار میریزیم و اگه شما دوست داشتید میتونید آبش هم بکنید و توی قالب یخ بریزید و بعد از اون 2 واحد رنگ سفید کامران به پارافین 1% سنگینمون استفاده میکنیم و وقتی از دم افتاد روی کار میریزیم تا یخامون آب نشه و بعدم آیس ماچامون رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم که یکم خودش رو بگیره. یه چند تا تیکه یخم برش میزنیم برای بعد که بهتون میگم و فتیلمون رو اندازه میگیریم که چقدر برش بزنیم و با یه سیخ چوبی و یکم فشار دست فرش میکنیم. من از فتیله 25 تار استفاده کردم و توی کار قرار میدیم و وقتی یکم پارافین ماچامون از دم افتاد اون یخا رو برای طبیعی تر شدنش روی کار قرار میدیم و بعد میتونید اگه خطی خشی ردی چیزی داشت با سشوار راحت درستش کنید. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید.